میشه. از این صندل رو گرفتم، صندل راحتی، خیلی سبک و راحته، خیلی راحتی، خیلی خوب بود به نظرم. به تنخوره اینم خیلی خوبه، خیلی راحته، رنگ مشکی ندارم بچه ها. اون خیلی لطفا سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید، کامنت هم بزنید، نظراتتون رو واسم کامنت کنید. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه با سوفیا. یه سری خرید جذاب داشتم که آوردم با هم دیگه آنباکسش کنیم. جذاب دختر نه. خب اول از همه بریم سراغ این آیتم که فکر کنم براتون خیلی جذاب باشه. این یه کراپ این شکلیه درش و من که خیلی دوستش داشتم، خیلی خوشم اومد ازش. نظرتون لطفاً ولاگو که دیدید حتما نظراتتون رو واسم بنویسید، کامنت کنید. این خیلی مطالعه صداتون میشم، دوست داشتم با هم دیگه آنباکس کنیم. این تو تن باز میشه، یکم جمعه ولی تو تن قشنگ باز میشه. بالا اینش میبینید یکم رنگ داره، انگار مثلا دو رنگ باشه. خیلی تنخورش خوبه، خیلی خوبه. خب این یکی دیگه بریم سراغ یه دو دستم تاپ و شلوارک گرفتم. تاپ شلوارک خنک واسه بیشتر مناسب تابستونه. این تاپشه، ببینید نه واضح دیده میشه یا نه. اینم شلوارکشه، خیلی نرمه، خیلی خیلی خنکه. بکنم کیف کنم دیگه تابستون باشه. اینم یکی دیگه. ببینید این آزادتره، این راحت تره تابش. بکنم این بهتره، یعنی هرچی آزادتر به نظر من. اینم هم شلواره کشه. خب بریم بعدی. بریم لطفا سابسکرایب کنید. بشه یه بافت بلند خیلی مشهور شدن تفتی، خیلی مجرد شدن. بافت بلند دیگه هم گرفتم، اینجوریه، شکلی بلنده، ببینید خیلی مجرد شده. به تنخوره اینم خیلی خوبه، خیلی راحته، رنگ مشکی ندارم بچه ها. اون خیلی در واقع یکم سفره، پوست اذیت میکنه اگه بخواد ولی نرم تره. خب یه جفتم این دمپایی رو داریم، واضح دیده میشه یا نه. این مدل دمپایی راحتی خیلی خوب بود به نظرم، خیلی راحتی بود و دوست داشتم بگیرم. و دو جفتم از این صندل رو گرفتم، صندل راحتی، خیلی سبک و راحته، خیلی دو جفت گرفتم که قشنگ به کاره دیگه، بتونم همیشه استفاده کنم. خب بچه ها این بود ویدیو آنباکس من. خیلی دوست داشتم تون نشونتون بدم که حوصلتون هم سر نره، الکی وقتتون رو نگرفته باشم به بالا رو گفتنی. و اینکه اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید، کامنت هم بزنید، نظراتتون رو واسم کامنت کنید در مورد این ویدیو و به هم بگید چه ویدیوهایی دوست دارید که براتون بسازم. هرچی که شما دوست داشته باشید
من همون ویدیو رو بسازم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. خیلی دوستتون دارم.